اگه تو هم میخوای توی خونه همچین فر شیک و تمیزی بسازی و کلی سود کنی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. من برای این کار از 2 سایز لوله استفاده میکنم. لوله ریز برای فرهای ریزم و لوله درشت برای فرهای درشترم. برای این که برای فیکس ابتدا و انتهای کارم از نخ و کش استفاده نکنم، سر لولم رو با قیچی برش میزنم و مو رو بین برش قرار میدم. مو رو دور لوله پیچ میدم و انتهای کارم با ادامه مو فیکس میکنم. از قبل میذارم قابلمه جوش بیاد. بعدش دونه دونه موها رو داخل قابلمه میذارم. به مدت 30 ثانیه میذارم موها داخل قابلمه بمونه تا کاملا حالت بگیره. بعدش که موها رو دونه دونه برداشتم، شروع میکنم به باز کردن موها. باید دقت کنین که همون اول که داغه نباید موها رو باز کنین، چون باعث میشه فرش بازتر شه. و بعدم شاخه شاخه‌شون میکنم. به همین تمیزی و قشنگی در میاد.